نیاگانی با خیرد و هنرمندی ما از دره‌های خیلی قدیم با هنری والا و به همتایشان در جهان مشهور بودند و تا امروز هم مردمی ما با این خصلت حمیده بی‌نظیرند و هنری والایشان جهانیان را در حیرت گذاشته است. هنر است که شخص را به بلندترین قله مقصود می‌رساند. هنرمند هر جا رود خوشبخت و سرفراز است و بی هنر همیشه اسیر خواری و نیاز است. هنرمند نفری را میگویند که مسئول هنر و استعدادش در جامعه اعتراف شده از آن زندگی خیش را پیش میبرد. هنرمند شخصی است که از زحمت دیگران نمیخورد و به یاری و مدد کسی نیاز ندارد. هنر کلبه تاریک را پرنور، قلب‌ها را شاد و حیات را زیبا میگرداند. هر یک هنر با خصوصیت‌های خاص خود از دیگر تفاوت دارند. در نویه همدانی جماعت دهوت پنجرودی دهه کودره زنان و بانوانی چکندوز به هم آمده به دوختنی چکن، تاقی، کاکل مشغول می شوند. با گفته این زنانی هنرمند، هنرهای مردمی خلق تاجیک نادر است. بنابراین ما را ضرور است که کسب هنرها را جدیدتر و خوبتر از خود نموده برای رواج و رونق آن سهمگذار باشیم. با شغل فرو گرفتن اهالی زمینه است برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم. اینچنین رشد ساحه‌های خدمت‌رسانی و استحصالی، شناساندن تاریخ و فرهنگ و طبیعت و عنعنه‌های ملی محسوب می‌یابد. سیرنبی اسماعیلова طول چند سال می‌شود که به دوختن چکندوزی مشغول است. ما وقتی که خور بودیم مادرمون هنر چکندوزی داشت، مثل توقی دوزی داشت، جامه دوزی داشت، قروق دوزی داشت. ما در نزد مادر میشتیم مثل که ایو ما مثل که همی کارو را می‌آموختیم و مادر میگو که وقتی که مثل که ما باید دخترش به شوهر باید که چادر داشته باشه، مثل تکسری داشته باشه، همیرا مثل که ایخت کنه، بعد ما هم دختر به شوهر میدادیم. انا امروز باشد ما به فرزندو به شاگردو به دخترایی که مثل در نزدمون میاد به اونها ما مثل نشون میدیم با کلین ها مثل که امی اینا را ایخت کنن از بین نرود. مدت چند وقت بود که هنر چکندوزی از بین رفته بود. تشبوس پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سال 2019 و 21 روز سال رشد سیاسی و هنرهای مردمی اعلان نمود. ما زنان هنرمند را با هنرهای خودمون را پشت رونق میدیم. ما این هنرهای خودمون مثل میدو زندگی خودمون را پیش میبریم. ما زنان بانوان هنرمند از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میندار هستیم که ما میخوایم که هنرهای خود را رشد و رونق دهیم. سفرما امامова در نویه همدانی همچون زنی تاقیدوز نام برآورده است. او را خرد و بزرگ نویه از این هنر قدیمش حرمت و احترام میکنند. مادر ما انتری چبری کارکن بود که دائم کار مردم را توقی میدوخت، میشاند، جامعه میدوخت. در وقت ما کودکیمون کامیاب نمیدودیم، وقتی کمتر سینفو 6-7 چیدیم بعد امی هنرها را یاد گرفتیم. مادرمون که ما را میگو بشینین امی هنرها را یاد بگیرین سر امی کارتون میاد. مادر ما 7 دختر داشت، 7 دختر هنرمند کرد. هممون هنر داریم، معمولی
به تمام نرا توقیران قلم میزنیم، توقیران میشونیم، ماشین میکنیم، میدوزیم. این فرزندمون کلنو رو با دخترور میگیم همه نر ایبان. این هنر وقتای ایبان پاگیزه برآمدگی بود که رحمت به همه پرزیدنت که با همه را عینه آنانه کرد، همه ایها کرد، همه کرو سر وزیر هم با خودش کار کرده. گویا چی دستی خود چای افته روز روزیش اش بوده. هنرمند همه جا با او روی هنر داشته باشه. میگه یک آدم چل هنر کمه، همین چندی که هنر داشته باشه با هوری بایزتی. ما خودم حس میکنم که ما خودم در تمام جا برام ایامی هنر تا امروز دستی کم ندارم. 100 کسی زد حرمت میکنم. بهترین کار هنر چیزی خوبه. همین نری توقی دوزی را خودم قلم میزنم، خودم میدوزم، خودم با ماشین نمیکنم، شیراز میدوزم، میچسبونم. چند کسی که با ما گرد نواد مثال توقی میکنه که در سرم بانو میوره با ساز میکنم میتم. چند تا هنرمند مثال کلنو دخترها، همه دخترها در وقتی که با شوهر میبرن با پیش ما میان مراجعه میکنیم توقی در کاره مثال چه در کاره که مدبا کبته. ما همین هنر خودم فخر میکنم که مرام تادی عزت من میکنم. با همین دست خودم 6 تا فرزندم کالون کردم. خیلی باز روی آدم چشتم همه میره با خانه و در با زن و فرزند رسوندم عینری خودم. دخترم هم در می خوردی در پیش خود میشتن با ماشینا اما سر کار دارن. اما هر دشنر دارن کار میکنن روزشون پیش میبرن. وقتی که در نویه چی چورابینی که میشه ما با مو چورابینی اشتراک میکنیم. اما مسئول دست خودمون میبریم با سایه و با ما آدم ها همین ایشون میتونیم معقول بدگیشون میگیرن. اما های دستی ما با هر یک هنرمندی بونانگو آری تاجیکستان را ضرور است که برای روان و واضح نشان دادن صنعت تاجیکان سمگذار باشند و در این راستا باید هر یک شخص درک نماید که دوست داشتن وطن، خودشناسی، حس منفعت‌های ملی، افتخار از دولت و سرزمین خویش ارز اولین درجه فرزندی ماست. عاقله رازیوه این هنر قدیم ملت تاجیک را از مادرش آموخته است. این زنانی هنرمند از اقدام پیش گرفته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روح بلند کرده کوشش میکنند که این هنر قدیم را باز هم رشد و رونق دهند. مادرم همی نقش نخوش و همی چکندوزی میکرد در پیش میز بودم نشون میداد که بچه‌م همی نقش نخوش دخترم میگه یادگی در آینده کار میه با فرزندار باشی با فرزندات با خودت با روز دیگون کمبودی داشته باشی در وقت یورا هنر داشته باشی هنر تا میفرمایه همی روزگارونی همی هنر کار میه با روزگار زندگی. وقتی که با شوهر برام اومدم در خونه خشتومنم با این روی نقض داشته قطع خشتومنم میستیم چکندوزی میکردیم و در وقتی با شوهر بر اومدنم کرته عروسی خدمت دختم با دومود جمعه نقشینی نمول میونبند نقشینی سله نقشینی دستنمول نقشینی دختیم بعد با شوهر بر اومدیم. این هنر چیزیه که هیچ مال خور نمیشه. این هنر دست خرید روزگذرانی و زندگیت همه بورده خور زور نمیشه با هنر داشته باشی. ما زنای توجیه خسندیم که هنر ما در همه جا در مثال در همه مملکت ها اومده آدمای خارجی این نقش نخوش ما را میگیرن میبرن. مردم توجیک زنهای توجیک همه همین نقش نخوش چکشون میشناسن. نکرتای چکانشون، ای توقی چکانشون، ای رومولی چکانشون همه را در همه جا میشناسن احترام میکنن. سایه‌هایی که به نوعی ما تشریف میورند ما به همه ایو توقی چکان، رومولی چکان، یک جمعه چکان توفا میکنیم که نقش نگار هنرهای توجیکی ما رو به مملکت‌های خارجی میبرن نمونوی نشون میدین.
тариқ назар афканем мебинем ки халқи тоҷик дар рушди маданияту санъат ва фарҳангу тамаддун аз замонҳои қадим то ба имрӯз гомҳои устувор гузоштаанд. хурсандиовар аст ки тамоми қишри ҷомеа ба ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик таваҷҷӯҳ намуда истоданд. кокулбофӣ низ яке аз ҳунарҳои қадима ба шумор меравад ки имрӯз занону бонувони тоҷик ба ин ҳунар майлу рағбати зиёд доранд. робия атоева аз хурдӣ ба ин ҳунари қадима майлу рағбати зиёд доштааст ва муддати чанд сол боз аз ин ҳунараш зиндагиашро пеш мебарад.